با سلام خدمت دوستان. مدت هاست که خدمتتون نرسیدم، به دلیل که هم دوستان گرفتار بودن هم خود من. پیام‌های خیلی زیادی اومده راجع به تکنیکایی که به کار میره. بعضی از دوستان یه قطعاتی از حبیب الله بدیعی و پرویز یاغی فرستادن که تا اونجا که در خاطرم بمونه من اون قطعات رو براتون اجرا میکنم. کوک امروز ما میلا رلاس، اسفان ر میخوایم بزنیم. با واسه که قبلا تکرار کردم، گفتم چندین مرتبه، باز گاهی اوقات دوستان از شهرستان ها تشریف میارن اینجا و من متاسف میشم که به طور کامل من ارتباط گام و دستگاه و مقام و بارها و بارها گفتم، توضیح دادم. معنی گام، معنی مقام، معنی اسکیل، معنی دستگاه، اینا همش یک چیزه که باز رو تابلو دفعه بعد باز کامل در ارتباط با ویولون تکرار میکنیم. شما وقتی گام دو ماژور دارید که بین نوت اول دوم یه پرده است، دوم سوم یه پرده است، سوم چهارم نیم پرده، دو مرتبه پرده نیم پرده، این وقتی با هر ساز این فواصل رو رعایت کنید، یعنی از هر نوتی شروع کنید بین نوت اول دوم یک پرده باشه، دوم سوم یک پرده باشه، همونجور که تکرار کردم سوم چهارم نیم پرده باشه، به ترتیب که میتونید به تابلو مراجعه کنید. این گام ماژوره در تمام جهان، در موسیقی ایرانی دقیقاً ماهوره بدون کوچکترین تفاوت. اگه این فواصل رو با دیز و بمول و سوری و کرون به هم بریزیم، حالتهای مختلف ایجاد میشه، دستگاه مختلف ایجاد میشه. و از دوستان به خصوص شهرستان ها خواهش میکنم که برگردن از صفر، از ابتدا یه بار دیگه تکرار کنم برای خودشون رو ببینن حتما که گام ها، تغییر گام دو ماژور به ره ماژور یا تغییر دستگاه چه اتفاقی این وسط میفته. امروز میخوایم فقط تکنیک، چند تا تکنیک که در خاطرم مونده برای شما اجرا کنم. باز مثل همیشه تاکید میکنم انگشتا ماقبل رو به هیچ وجه جز به ضرورت اجازه ندارید که روی ویولون قرار بدید. از هنرآموزان محترم خواهش میکنم بعد از یه دو ماه دیگه اجازه بدید انگشتاشون آزاد مثل تمام جهان راحت روی ویولون حرکت کنه. تا 3-4 سال مجبور نکنید بچه‌ها رو انگشت ماقبل رو بذارن، اون وقت دیگه نمیشه درستش کرد. انگشت ماقبل اگه گذاشته بشه، انگشت بعد اتوماتیک نمیتونه ویبره بده، نمیتونه گلوسه بده، خشک میشه، هیچ عملی انجام نمیشه برای لطافت و زیبایی و ایجاد حالتهای مختلف. خب یکی دیگه باز تکرار میکنم، هر جلسه من اینو میگم، پا زدن غلطه، پا نزنید. سعی کنید باز نهایتش مترونوم یا ذهنتون عادت میکنید که ریتما رو زبار حفظ کنید. خب میلا رلایی گام ر رو اجرا میکنید. برای اون دسته از دوستان که زیاد متوجه قضیه نشدن راجع به تئوریک و هارمونیک، یه مرتبه دیگه کوچولو توضیح میدم، سریع رد میشیم. اگه با هر سازی از ر تا ر نوتا رو اجرا کنیم و سی رو بمول بگیریم، این ر مینور تئوریک رو اجرا کردیم. اگه سی بمول دو دیز در تمام جهان، این ر مینور هارمونیک رو اجرا کردیم. اگه سی رو به جای بمول کرون بگیریم، یعنی رو پرده بالاتر سی رو به صدا در بیاریم، اصفهان خالص ایرانی میشه. چند تا مقاله برای من فرستادن، باید یکی از دوستان که خیلی قویه برای من ترجمه کنه تا ببینید که یه عده از موزیسین‌های بزرگ غرب هنوز معتقدن که باید این فواصل سروپرده که در موسیقی شرق هست در موسیقی غرب هم وارد بشه. میدونید که این موسیقی در قرن 14 و 15 در اروپا وجود داشته. باخ احتمالاً اینجوری که تو تاریخ نوشته شده، من به طور دقیق نمیدونم، باخ اومد این فواصل رو حذف کرد و تبدیل کرد فقط به پرده و نیم پرده یا یک پرده و نیم با دیز و بمول. چون چند هزار سال سابقه داره، به نظرم بسیار فاصله زیبایی و گوش نوازه، فقط کافیه گوش عادت کنه. اینو برای اون دسته از آقایون گفتم که فکر میکنن که اون فواصلی که در قرب استفاده میشه، فقط گام‌های ماژور مینور و نیم پرده و
یه پرده از کهکشان اومده، موسیقی ایرانی از زیر زمین، برعکسه. موسیقی ایرانه، موسیقی شرقه که از کهکشان، در حقیقت باید بگیم موسیقی ایرانی که از کهکشان اومده. خب دیگه بحث نمی کنیم، بقیه ادامه این دعوا باشه جلسه بعد. گام ری اصفهان رو میزنیم، اصفهان از ری کوکون میلار لاس. خب ما این دو رو دیز داریم. یه مسئله هست اینجا، آقای تجویدی وقتی اصفهان از ره میزد از همینجا دو رو کاملا دیز میگرفت، عادت کرده بود، میخواست مثلا جهانی تر باشه، هیچ ایرادی هم نداشت. ولی آقای بدیعی یا حقی یا دوستانی که تجوید میکنن اگه دقت کنن نمیتونیم فرکانس رو تعیین کنیم، فقط گوشه که تعیین میکنه، دو رو کامل دیز نمیگیریم. این حرکتی که قدیما در تار هم اجرا میشده و مدت‌ها بین علمای تارنواز واقعا این مسئله مورد بحث قرار میگرفتی که آیا بهتره که اینجا درست سوری، مثلا اصفهان ر فرض کنیم درست سوری بگیریم یا یه چیز بین سوری و دیز. در حقیقت دیزه، میشه گفت که گوش شاید خوب تشخیص نده، نمیدونم 1,1 کمتر، یعنی کاملا دیز موسیقی کلاسیک، دیز استاندارد جهانی نیست در موسیقی ایرانی. یادتون باشه که لازم است دو رو کاملا دیز بگیریم. این تکنیک اول. درسته که دو دیزه، اگه دقت کنید من ری رو گلوسین میدم یک کمی از کنار دو، صدا زیبا میشه. این ری یکی از گلوسین‌های زیبای حبیب‌الله بدیعی رو در برگ سبز شماره 7 اجرا کردن. اینو دوستان خواستن من اجرا میکنم. ببینید دو دیز رو گلوسین دادم به طرف سی بمول، بعد لا دستباز رو زدم. به این چه حالت ایجاد میشه؟ دوباره از هم کنار سی بمول دو رو گلوسین میدیم تا دو دیز باید مواظب باشیم که فالش نشه. همین کار رو به یه سبک دیگه از کارهای آقای یاحقی وام میگیریم اجرا میکنیم. یعنی تو چهارگام اجرا کردیم، سی رو آوردم دقیقا زیر دو دیز، گلوسین دادم به طرف خودش. چی میشه؟ آهسته‌اش اجرا میکنم. چون حرف یاقی شد اجازه بدید من یه موضوع رو خدمت دوستان حتما باز تکرار کنم و اون اینه که یه واقعیت‌هایی در موسیقی وجود داره. اگه منکر بشیم در حقیقت خودتون رو فریب دارید و اون اینه که خب ویولونیستای زیادی داشتیم بسیار عالی. من میتونم بگم دوست نازنین من زاویه روحانیان که امیدوارم که هنوز در قید حیات باشن، چون خیلی دنبال ایشون گشتم در آمریکا نتونستم، هیچ کس هم خبر نداشت از ایشون. آقای زاویه روحانیان سبک جیپسی، خب ایشون یه مدتی مسئول هنرستان موسیقی تبریز بودن، نمیدونم چه سالی، و اگه زنده باشن الان سنشون باید حدود 103-4 سال باشه. آقای زاویه یکی از بهترین ویولونیستایی بود که من در تاریخ موسیقی ایران توی بچه کلاسیک زن دیده بودم. بی‌نظیر بود. اینقدر قوی بود که وقتی ایشون از ایران رفت چند تا از هتل‌های بزرگ نیویورک و کالیفرنیا ازشون دعوت کردن که شبا بره نیم ساعت فقط سولو بزنه. اینقدر ایشون قوی بود و عالی میزد. آقای زاویه روحانیان یه روز با سیامک ایقانی خدمتشون بودیم، میخواستیم ویولون استگاه کنیم، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یه دفعه ویولون رو از دست من گرفت، گفت میران از اینجا بزن. شاید 5 ثانیه بیشتر طول نکشید که ایشون ویولون به قدر دقیق سگاه کرد که من و سیامک ایقانی با متحیر مونده بودیم. بنابراین گوش خیلی مهمه. حالا راجع به یاقی میگفتم حرف زاویه پیش اومد.
خود زاول میگفت بارها و بارها، یه بارم با آقای یاغی خدمتش بودیم، به آقای یاغی هم گفت، چون با سال‌ها سال رادیو با هم همکار بودن، میگفت تحولی که در نوازندگی ویولون ایرانی یا حقی به وجود آورد خیلی خیلی عجیبه. میگه گاهی اوقات گوش میکنم باورم نمیشه که انسان موسیقی ایرانی اینقدر زیبا با ویولون بتونه اجرا کنه، چون قبل از یا حقی خب سبک‌های مختلف بود، ردیف‌های سبا بود، یه حالت خشکی داشت. این حالتایی که در صدای انسان، در هرجه انسان، در خوانندگی، در تار وجود داره، به کمال، در کمال زیبایی، در کمال لطافت و بسیار بسیار میشه گفت در حد نبوغ یاغی اجرا میکرد. بنابراین همه ویولونیست‌های ایرانی زن واقعیت اینه که به یاحقی مدیونن و یاحقی بود که متحول کرد ویولونو، سبک ویولونو، و این کوکای بسیار عالی که ما الان همه اجرا میکنیم انصافا همش یاحقی ساخته. یه چیزایی بود قبل از ایشون، ولی این کوکای زیبا همه کار یاحقی و بعد از اون همه سعی کردن که از یاحقی تقلید کنن. اسم نمیارم ولی تمام ویولونیست‌های صاحب سبک ما بعد از اون سعی کردن که مثل یاحقی بزنن. ببخشید از مرحله پرت شدیم. خب قسمت بعد اینو ببینید، میره گذاشتیم جای فا، برگ سبز هفت بعدی. دو مرتبه هم انگشت دوم فا رو بره کشوندم، هم انگشت اول. خب فا می فا لا، فا رو تا لا گلوسه میدیم. این که الان میزنم خیلی دوستان پیام دادن حالت آرشه کشیشو ببینید، نیمه فلاژوله بسیار بسیار لطیف آهسته، سرعت آرشه رو ببینید. حرکت آرشه رو معمولی کردم، عوض کردم و فورته زدم، یعنی قوی‌تر. تکنیک بعدی که خواستن باز از کارهای آقای بدیعیه برای من فرستادن، یادم نیست که تو چه اسمانیشون زده، روی لا آهسته‌اش اجرا کنیم، سو لا یه زینت کوچولو، اینجا دو به کار میشه. ببینید گلوسینی که بین ر و دو بود واقعا قابل توضیح نیست، فقط باید تمرین کنید، گوش کنید. نمیدونم که اینجا آقای بدیعی با چه حالت زیبایی یه بین نوت دو و نوت ر مثل که اصلا هیچ فاصله وجود نداره، به قدری زیبا گلوسین داده که شما فکر میکنید یه نفر داره میخونه ر ر ر دو ر، برگشته ر به طرف دو متمایل شده. دو مرتبه تسری پیدا میکنه به نوت‌های قبل، یعنی هم حرکت که با ر و دو کردیم حالا با دو و سی. گفتم نوتش که اصلا نمیشه نوشت. حالا فقط طرز اجراش رو باید گوش کنید، خودتون تمرین کنید. تمرین بعد که یه قطعی رو برای من فرستاده بودم، بازم متعلق با بدیعی بسیار گلوسین زیبا و سختی هست. همینجا
ر رفت به طرف می. پس ر رو گلوسین داریم تا می، بعد دو رو تا ر، سی رو تا دو. یه حرکت دیگه هست که من تو کتابی هم ندیدم، بیشتر این از تخصصهای سیامک ایمانی که خیلی زیباست. ببینید نه سی رو به سل میخوام بزنم، نه زینت میدم نه تیریل هست، یه حالتی بین این دو دست. ببین چانزار در اصفهان یا ماهور یادم نیست، من برای بچه‌ها اجرا کردم، همه پوزیشن سوم، اونم سوال کرد اونها. ببینید اشاق اصفهانی میگیم، میدونید فاصله پنجم 1 2 3 4 5 لا میشتیم فاصله پنجم. خود اشاق چی بود؟ اینجا فا سوری میشه در اشاق. حالا ما اینو رومانس اجرا میکنیم در پوزیشن سوم. میخوام ببینیم که از پوزیشن سوم چطور می‌نویسیم چهارم. اینم سوال کردم. ببین لا سی لا سول فا دیز سول، انگشت الان این جای فا دیز. ببین شامزاد چیکار کرده؟ آساشو میزنیم سی لا سول فا می ره ره می فا سول لا سی لا. خب اینجا ره رو زدیم، آرشمون حالت تیریمولو داشت، دست باز ره لالا می می لالا فا فا لالا سو سول لالا لالا ببخشید سو سول ره لالا ره سی سی ره. چی اجرا در میاد؟ نه سوال کرده بودن، الان یاد آمد که خدمت شما بگم که راجع به زینت ها سوال کرده بودم. ببینید زینت شما میتونی یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. موسیقی ایرانی به خصوص قاعده نداره که. بهتر همین که اول سری زینت ها رو یاد بگید، هر کدوم با یه آرشه از ز تا ر. آسته هر کدوم با یه آرشه زدن، آرشه خیلی کوچولو. حالا همه رو با یه آرشه میزنیم. سوال دیگه راجع به شروع آکسان بود در هر دستگاهی با نوت شاهد. وقتی واخون داریم آکورد میگیریم، الان اینجا اسفن ر هستیم، با سیم سوم واخون رو میگیریم. اگه با آرشه رو تا آرشه برسونم دیگه آخرش این لطافات از دست میده. تا وسط آرشه حتما برگردیم 2 مرتبه. آکسان
پاساژ رفتیم ره دو سی لا سی دو ره. حالا یه بار میزنم ره رو دست دارم ره دو سی لا سی دو ره می فا سول لا سی دو ره می فا سول لا ره. پشت سرم اجرا کنیم. خب فکر کنم تا همینجا کافی باشه. سوالای شما رو جواب دادم، باز بررسی میکنیم، جلسه بعد حتما خدمتتون میگم.